عجیب ترین نقل و انتقالات فوتبالی که هیچ وقت شکل نگرفتن. شماره 4 دیوید بکام در بارسلونا. به گفته دیوید بکام درست چند روز قبل از اینکه به رئال مادرید بپیونده یه پیشنهاد خیلی جدی از بارسلونا داشت، ولی علاقه‌ای که به این تیم مادریدی داشت باعث شد این انتقال هیچ وقت شکل نگیره. شماره 3 کریستیانو رونالدو در بارسلونا. شاید باورتون نشه ولی باشگاه بارسلونا خیلی به جذب رونالدو نزدیک شده بود. سال 2003 جورج مندز مدیر برنامه سابق رونالدو توافقاتی هم با بارسلونا انجام داده بود. حتی آرسنال هم خیلی به جذب رونالدو نزدیک بود. ولی پیشگام شدن فرگوسن ستاره پرتغالی باعث شد این انتقالات هیچ وقت شکل نگیره. فقط تصور کنید رونالدو و مسی در تمام این سالا میتونستن با هم همتیمی باشن. شماره 2 رونالدینیو در منچستر. قبل از اینکه رونالدینیو به باشگاه بارسلونا بپیونده منچستر خیلی به جذب اون نزدیک بود، ولی با توجه به اینکه رئال مادرید یه تیم کهکشانی بسته بود بارسلونا مصمم شده بود که رونالدینیو رو از پاریس سن ژرمن جذب کنه که بتونه با رئال مادرید رقابت کنه. کاکا در بارسلونا. لاپورتا با سران میلان قرار شام گذاشت و اونا سر میز شام با هم توافق کردن که رونالدینیو رو با کاکا معاوضه کنن، ولی دقیقه 90 مدیر عامل بارسلونا از این انتقال پشیمون شد. حالا به نظرتون کدوم از این نقل و انتقالات اگر شکل میگرفت هیجان فوتبال بیشتر میشد؟